خب سلامی دوباره خدمت بچه‌های عزیزم. قراره که براتون قصه روایت بکنیم. من مرزیم، گوینده پادکست قصه های کودک در سایت نوت به نوت، به همراه آقای اقبال که قراره برامون تار بنوازن. حالا آماده این قصه رو بشنویم؟ بله. 1 2 3. تو سوپر مشتی رضا، بقالی کوچه ما، تو طبقه سمت راست، پایین تر از یه سطل ماست، یه مسواک اورالبی نشسته بود با شادابی. اتکت قیمت رو سرش، مسواکا هم دور و برش. سرش بالا نگاش پایین، هی پوز میداد به سایرین. لطفاً فقط نگام کنید، خراب میشم، دست نزنید. با فیس و اطوار و ادا میگفت برای مسواکا این برسای سر من در جهت مخالفن، برای بهداشت دهن خیلی خیلی مناسبن. دیگه توی عصر جدید شماها جایی ندارین؟ مسواک سیبیل کلفت اومد جلو، داد زد و گفت جوجه فکلی بیا پایین، یواش برو نخوری زمین. درسته که تو تازه‌ای، جنس نوع مغازه‌ای، اما تو هم مثل ماها یه مسواکی پر ادعا. اگه بیان تو رو بخرن تو هم میری توی دهن، مجبوری هی کار بکنی، دندونا رو جاری کنی. اورالبی داد زد و گفت بی کلاس سیبیل کلفت، ای احمق پنبه به سر، مسواک زشت بی ثمر، تو از همه کهنه تری. هر کس بیاد تو رو بخره معلوم میشه خیلی خره. خنده جمع مسواکا بلند میشه. تو اوج و بحث و مخمسه یه مشتری سر میرسه. مثل یه گاو نریه، نمیشه بگی مشتریه. کله زرد وزوزی، صدای زیر قزقزی، کفش سفید قیصری، پوست سیاه بربری، دماغ سبز مفمفی، لباس زشت پف پفی. از بوی گند دهنش هوا نبود دور و برش، کثافت از روش میبارید، اومده بود واسه خرید. کالاهای واسه فروش همش میخوردن هرس و جوش. از دیدن ژولیدگی ترسیده بودن همگی. میخواد چیزی بخره، نکنه که ما رو ببره. سیاه کله فرفری یا که به قولی مشتری، از بغل گونی ماش اومد جلو یواش یواش. از سر وقت و بیکاری قدم میزد تو بقالی، دنبال بیسکویت تورت، نگاش به جنس تازه خورد. یه مسواک جدید و نو، دستش عقب سرش جلو، یه جلد تلق خط خطی با یه جلد زرد و صورتی. مشتی رضا با چابکی تعریف میکرد هی الکی، تا که به هر درد سری جنس و فروخت به مشتری. تو مشت مرد عوضی، تو لحظه خدافزی، اورالبی با گریه گفت منو ببخش سیبیل کلفت. اما دیگه دیر شده بود، سیبیل کلفت اونجا نبود. نگاهی کرد دور و برش، یهو زدن توی سرش. اینجا کجاست خدای من؟ آشغالا رو نریز رو من. کجا بود و دست کی بود؟ تو جیب اون
مرتیکه بود. گفت به خودش یواشکی چه جای زشت و تاریکی. دست بزرگ صاحبش یهو اومد مقابلش. تا دست پشمالو رو دید پرید بالا جیغی کشید. خواست در بره سریع و زود، اما تو مشت مرده بود. از هم جدا شد دو لبش، اورالو کرد تو دهنش. اینجا اورال بیچاره راه فراری نداره. خدای من، اینجا کجاست؟ تو دهن اون اژدهاست. کرم لایه دندون مرد اورالو هی نگاه میکرد. اورال اونقدر جیغ کشید تا دیگه هیچ جا رو ندید. وقتی که بعد از کمکی چشاشو باز کرد زورکی، دور و برش هرچی که بود دندونای گنده نبود. وقتی که اطرافشو دید یه نفس عمیق کشید. یهو خمیر دندونی اومد جلو گفت میدونی وقتی تو رو اینجا دیدم همه چی رو فوری فهمیدم، چون که منم هر کی بودم جنس تو بقالی بودم. منم برای زندگیم آرزو داشتم از قدیم، اما با این صاحبمون دنیا خراب شد سرمون. حالا دیگه روزی 3 بار موقع شام بعد نهار همین آش و همین کاسه خدا به دادت برسه. اورال فقط سرش پایین نگاه میکرد روی زمین. شاید همون وقت تو دلش لعنت میکرد به صاحبش. یه زمزمه از تو گلوش خیلی یواش رسید به گوش. آهسته زیر لب میگفت سیبیل کلوف درست میگفت. به افتخار خودتون. ممنونم که گوش دادین. آفرین. بچه‌ها قصه رو دوست داشتین؟ خوشحالم که دوست داشتین. خواهش میکنم.